دو منفعت است. یکی منفعت دنیا هست، یکی منفعت آخرت است. منفعت دنیای ما چی هست؟ هر عبادتی که میکنم او برای من یک منفعت را برای صحت و عافیت زندگی من میده. گرمی هست، شما تشنه میشین، گرسنه میشین، در این وقت کلسترول خون شما نرمال میشه. وقتی که دکترای طب میگه که وقتی انسان روزه میگیره، اگر از طرف شب بود خلاص ما و شما شب نماز خفته را که خوانده بودیم قرار خواب میکردیم، صبح که میخیستیم روزه گرفتی، ولی روزه گرفتم و یک ماه سر توی تاثیر هم نمیکرد. اما حال وقتی که از صبح تا به شام تو یک کم مشکلات میبینید، این مشکلات سبب چی میشه؟ سبب از این میشه که یک وقتی که چربی هایی که در وجود تو هست، مثلا بعضی چیزایی که شحمیاتی که در معده تو هستن که بند ماندن، بسیاری از رگ های خون تو که اونجا چرب شدن، کل ازیا چی میشن؟ در حقیقت خالق متعال میخواد که تو یک کمک مشکل ببینی ولی در مقابل از او صحت بسیار زیاد پیدا بکنی. و خالق متعال خودش میفهمه که چی برای بندهش بهتر است. و ما و شما چون میفهمیم که خالق متعال رحمان الرحیم است، وقتی که رحمان الرحیم است، اگه برای من میگه از صبح تا شام روزه بگی، این یک امرش است، به اساس رحمتش است. و طبعا وقتی که من این روزه گرفتم، مرا در رحمت خود میپوشانه و این بزرگترین دستاورد است برای انسان مسلمان.